خب چند ماه پیش یه ویدیو گذاشتم و یه تحلیل کردم روی همه مارکت ها، با هم دیگه مقایسه کردم، یه سری چیزا رو مطرح کردم و اون تحلیل خیلی خوب پیش رفت و همه چی اوکی بود و دوستانی که پیگیر بودن، حالا چند روز پیشم که استوریش کرده بودم، گفتن خب الان تو شرایط الان مارکت چی کار بکنیم. من رو شرایط الان مارکت میخوام الان یه صحبت بکنم که راجع مارکت کریپتو صحبت میکنم که رو شرایط الان مارکت چه جوری میشه سود کرد. پس توی این ویدیو ما راجع به این صحبت میکنیم که آقا خب الان توی این شرایط مارکت که حالا اتفاق افتاد وضعیت چه جوریه و چه جوری میشه سود کرد. خب در مورد اینکه وضعیت چه جوریه، ببینید مارکت مثبت احتمالاً رشد کرده و برای خودش ادامه پیدا میکنه این رشد، یعنی اصلا موضوعی نیستش که مارکت قرار منفی بشه یا چیزی. احساس میکنم مارکت همچنان مثبت، مخصوصا برای آلت کوین ها. به اصطلاح یه آلت کوین سیزنی انتظار داریم اتفاق بیفته که کماکان اتفاق افتاده از چند هفته پیش که دامیننس بیت کوین رسید اولش 60% تقریبا، شکست اومد پایین و همین چند روز پیش هم به یه مقاومتی رسید که مقاومت هم احتمالاً میشکنه، از این پایین‌تر هم میره و در عین حال قیمت بیت کوین هم در حال پایین رفتن نیست. پس میتونیم بگیم آقا یه آلت کوین سیزنی، خلاصه یا آلت سیزنی در واقع در راه هستش. ولی وضعیت مارکت چجوری الان؟ در واقع در نظر بگیرید آقا کسایی که ارزهای معتبر رو توی کفشون خریدن، من فقط روی قیمت بیت کوین مثال بزنم، مثلا بیت کوین طرف اومده روی 15000 تا روی 20000 تا چند سال پیش خرید، یکی دو سال پیش تو همین سایکل. اونایی که خیلی قدیمی خریدن و کاری ندارم، اونایی که مثلا تو همین سایکل به قصد سرمایه گذاری خریدن و الان قیمت سرمایه گذاریشون مثلا 5 برابر 6 برابر یا بیشتر شده. خب و اگه بیت کوین مثلا تا 150000 دلار بره، طرف 10 برابر تو سود خواهد بود. و همین الانش هم شما اگر داری مثلا بیت کوین میخری، از کی داری میخری؟ از کسی داری میخری که توی سوده و داره سودش رو سیو میکنه، درسته؟ یعنی به عبارتی پولش گرفته، خوشحال و شادان داره میفروشه به یکی دیگه، میگه آقا دیگه این چیزی تاش نداره، یا مثلا حداقل یه بخشی از پولش میخواد سیو کنه، داره میفروشه من و شما که امروز بخوایم بخریم. ریسک بالاست اگر خرید میکنید و ریوارد خیلی بالا نیست، یعنی بیت کوین از این نقطه که هست مثلا 150 تا هم بشه، خیلی 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 بعید. من فکر میکنم مثلا 200 هم ممکنه برسه، ولی من نظرم اینه که به 200 نمیرسه، حداقل با چارت الان. حالا اگر بهتر فکر کردم خب بعداً راجعش صحبت میکنیم. و عرض به حضور شما که خلاصه برعکس اون موقع است، یعنی اون موقع شما اگر رو 20000 تا میخریدی، ریسک تیم بود که نصف بشه، سود این بود که 10 برابر بشه. الان برعکسه، الان ممکنه که 2 برابر بشه ولی از این ور ممکنه 1/10 هم بشه. حالا 1/10 من نمیگم، مثلا ممکنه چم 1/4 1/5 هم بشه. یعنی ببین شما الان رو 100000 تا میخری، حتی فرض کن که بره تا 200000 تا، رو مثلا 150000 تا، اصلا فرض کن شما رو 100000 تا خریدی، بیت کوین میره بالا رو 120000 تا، جوری جو میدن که شما فکر میکنی آقا این قراره بشه 500000 تا و نمیفروشی و بعد یه دفعه از اونجا آبشاری میریزه. خب و خیلی ها رو اینجوری مثلا میبره تو ضرر، با اینکه طرف خیلی وقتا اونا که حالا سابقه کار تو مارکت دارن میدونن ما توی سود میریم دوباره به ضرر برمیگردیم، چون توی سود سیو نمیکنیم. اگر که تو سود هستی حتما یه مقداری سیو کن، حتما یه مقدار قابل توجهی هم سیو کن، اصلا درمیگردی هم نکن. 100000 تا برای بیت کوین خیلی عدد خوبی، اگر تو 15000 تا 20000 تا 30000 تا خریدی حتی. عرض به حضور شما بقیه مارکت هم آل سیزن در حال شکل گیری، همونجوری که گفتیم یه ذره مارکت اومد بالا، سیو کن. و اینکه حالا اگر هیچ کدوم این کارو نکردی، امروز میخوای وارد بشی، چه جوری ممکنه سود بکنی؟ به نظر من راهش اینه، اگر که امروز وارد میشی با دید ترید وارد بشو، اصلا دید سرمایه گذاری، جست سرمایه گذار به خود نگیر من میخوام بخرم بندازم کنار 5 سال دیگه. من خیلی بعید میدونم هیچ کدوم اینا قیمتی که امروز دارن پایین ترین قیمت 4 سال 5 سال آینده شون باشه. اینا قطعا میان پایین. بیت کوین هم قطعا میاد قیمتای زیر 100000 تایی که الان امروز که داریم صحبت میکنیم هستش رو میبینه. خب پس اگه هدف 4 5 ساله، خب چرا الان تو این قیمت بخری؟ خودتو گول نزن. اگه الان داری میخری، میخوای که از همین سایکل سود بگیری، خب پس دید تریده. تو داری راجع به چند ماه صحبت میکنی نهایتا. حالا ترید مثلا روزانه حتما ترید نیستش که، ترید ممکنه یه ذره لانگ ترم تر هم باشه. پس اگر دارین این کارو میکنین، حواستون باشه که مثل یه تریدر دارین خرید میکنین
و باید مثل عقاب بالا سر داراییتون باشین. هر موقع سود کردین برش دارین، هر موقع دیدین دارین ضرر میکنین ازش خارج شید. حد ضرر داشته باشید، حد سود داشته باشید، مشخص ول کنم بذارم کنار تا سود کنه. این الان جواب نیست اصلا. چیا رو بخریم؟ به نظر من چیزایی بخریم که رو سقفشون نیستن. یه مثال من فقط میزنم اسم میبرم، اونم اتریومه. مثلا اتریوم تا سقفی که دفعه پیش زده بود هنوز نزده، خب جای رشد داره. حالا یه سری چیزای دیگه هم دارم، ولی یه سری چیزا مثل سولانا، مثل بیت کوین، مثل نمیدونم بی ام بی، اینا کماکان با احتیاط بیشتری باید خرید. ارزهای معتبر خوب آدم تو سبدش داشته باشه، ولی خب حواستون بیشتر بهشون باشه. و عرض به حضور شما که توی سود رفتین حتما سیو بکنید، چون احتمال اینکه بره توی سود توی ببینید توی تاپ قیمت بازی نمیکنه. اینو مطمئن میتونم بهتون بگم. همیشه نوک قیمت یه جایی که میره میزنه برمیگرده. فکر نکن میره اونجا وای میسته تا تو مطمئن بشی، میره بالا. و اتفاقا تمام اون بزرگای بازار که میخوان تو اون موقع خالی بکنن جوری جو میدن که آقا این تازه اول راهه. شما هیچ کاری با هیچ کی نشد، جیب خودتون نگاه کن، هر جا سود کردی از بازار بگیر. یه موضوع دیگه که میتونه سود داشته باشه، همه رو به قول معروف شما، من دوست ندارم به کسی آقا نکن، چون میدونم همه انجام میدن، پس فقط میگم که چجوری انجامش بدید. اگر میرین سمت ارزایی که خیلی معتبر نیستن، جز ارزای تاپ بازار نیستن، و عرض شود که چی میگن، به امید اینکه 10 برابر 100 برابر 200 برابر سود بده، خب ممکنه بده. و عرض به حضور شما که ولی احتمالش خیلی کمه. یعنی احتمال این که شما خب اولا سرمایه‌تون روی یه دونش متمرکز نکنید، حتما تو اینا سبد ببندید، چون میگم 10 تا 15 تا خوب انتخاب کنید بگیرید. و کلش هم بیشتر از مثلا 3% تا 5% داراییتون اصلا وارد این مارکت نکنید توی ارزهای پر ریسک، چون این ارزهای پر ریسک میرن صفر میشن، خیلی راحت صفر میشن. یعنی خیلی از پروژه هایی که مثلا چه میدونم 4-5 سال پیش نگاه کنیم مثلا توی یه روز 20 برابر شدن، 30 برابر شدن، 100 برابر شدن، امروز اصلا وجود ندارن. خب ماهیت مم کوین، ماهیت شت کوین، ماهیت کوینای کوچولو همینه که بیان و برن. خب پس خیلی احتیاط کنید با اینا، خیلی احتیاط کنید. و عرض به حضور شما که احتیاط، حالا من یه راه میگم که بتونید اینا رو ولیدیت بکنید ببینید خوب هستن یا نه. اونم این که اینا معمولا ارزهای کوچیکی هستن، خیلی وقتا رو صرافی معتبر هم نیستن، ولی اگر هستن هم شما توی صرافی دکس، یه سایتی بود به اسم دکس تولز اگه اشتباه نکنم، حالا فکر کنم اسمش دکس تولز، من هایلایت کردم دیگه، اسما رو هر روز تایپ نمی‌کنم، براتون سایت رو میذارم، اونجا برید یه نگاهی بندازید، اینو سرچش کنید، پیداش کنید، ببینید آقا چقدر حجم معاملاتی داره، چقدر پول توشه، چقدر چیز داره، ببین با عقل جور در میاد نه با بقیه مقایسهش کن. شما که واسه یه دونه نرفتی، در 15 تا تو ذهنت دیگه، با 10 تا گزینه برو این 10 تا رو نگاه کن، ببین کدوما به کدومه و چیزی بگیر که اونجا امتیاز خوبی داره، گردش مالی بهتری داره، تعداد هولدرهای بیشتری داره، اینا معیارهای خوبشن. و یه چیزی هم که عرض شود که خیلی مهمه برای خود من، امتیازش رو نگاه کن، امتیازش خیلی بالا باشه و به هیچ وجه توی قراردادش نقص امنیتی نداشته باشه. این خیلی مهمه. یعنی نقص امنیتی مثل اینه که آقا بگن آقا ارزنده ترین ملک رو ما داریم مثلا میفروشیم، ملک ارزنده عالی، ولی توی قرارداد نگاه می‌کنید اینا بند کلاهبرداری هست دیگه، مهم نیست اون ملک چقدر ارزنده است، حماقت اگه امضا کنی اون قراردادو. اسمارت کانترکت هم همینه، یعنی شما وقتی یه توکن می‌خری پشتش یه اسمارت کانترکت، یه قرارداد داره، برو اون قرارداد اگر روش سکیوریتی آلرتی هستش اصلا نگیرش. یعنی اصلا ببخشید حماقت اینو، مهم نیست اون ارز چقدر خوبه، اصلا عالیه، 1000 نفرم تا الان پولدار کرد، 1 میلیون نفرم پولدار کرد. اون داستان دقیقاً مثل اون قضیه کوروش کمپانی صحبت است. توی دام این موضوع نیفتید. یه چیز دیگه هم که من توصیه میکنم دوستانه بهتون، اگر عضو پیج سایتی هستین، کسی یه ارزی بهتون معرفی میکنه، یه ما بعدم میاد همون ارزو معرفی میکنه، یه ما بعدم میاد همون ارزو معرفی میکنه، این کلا برداری نخر آقا. اون یارو تحلیل نمیکنه، اون یارو از اون ارز سود داره. منی که دارم مارکت تحلیل میکنم، اگه امروز میگم این خوبه، امروز میخرم، سودشو میگیرم، فردا سیو میکنم، اصلا یکی دیگه معرفی میکنم، اصلا ثبات دارم. یعنی چی که یه دونه ارز معرفی؟ اگه یه پیجی هستی که کلا یه ارز داره معرفی میکنه، اون ارز رو اصلا جدی نگیر.
اصلا یعنی حرفای اون پیج رو منظورم، حرف اون پیجی که تک ارزیه، اون آدمی که راجع به یه دونه ارز صحبت میکنه یا خیلی تاکیدش روی ارز زیاده، مطمئن باش تو اون ارزای منافعی داره. مخصوصا ارزای کوچیک خیلی شون اینا راه انداختن یه مم کوین اصلا کار سختی نیست. خب یعنی واقعا کسی فنی باشه، بچه‌ای که خب اینجا اصلا خیلیش برنامه‌نویسن فنی ان، واقعا چند روز کاره. خب چند روز شما میتونی نگاه کن آقا امروز یه ترندی میاد، مثلا چه یه گربه سیاه پیدا میشه کار خنده‌داری میکنه، فردا ممکنه گربه سیاه خنده‌دار میاد تو بازار. خب پس اصلا گول اینا رو نخورین، سمت اینا نرین و هر اطلاعات اصلا رفتیم بازم همون مدیریت سرمایه رو رعایت کن. آقا کلا 3% دارایی تو میخوای بذاری روی این ارزا، یه سبد 10 تایی ببندی، 0.3% داراییت میرسه به این ارز، بیشتر نرو سمتش. و اگر اون سکیوریتی ارورا و اون اخطار امنیتی داشت فرار کن. بعد همین اینا توصیه‌ای که میتونم الان بکنم. اصلا یکی این که سیس سرمایه گذار نگیرید، اگر دارین میرین تو مارکت حواستون به داراییتون باشه، جنس خوب بگیر، جنس معتبر بگیر، قرارداد درست رو بگیر و حواست باشه که تا سود کردی برش داری، دندون گردی هم نکن. این خلاصه این که چجوری میشه از این بازار سود گرفت. امیدوارم که همتون پرسود باشین، جیبتون پر پول باشه و موفق باشین. این ویدیو رو هم دوستش به دوستات شیر کن دیگه، من چند بار باید بهتون بگم. آفرین.